اوستا بنابرای با تحمل صبر ما صحبت داریم همه دعوت میرسد من سروسیما نیستم. سلام علیکم محترم وزیر من علی شیر ظریف خبرنگار از رادیوی زوری. برخی سازمان‌های عمومی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ از آن نگرانی کردند که در آفیس‌های مای در شهر فاروق و رویه گوشان زیر مردم اعتراضگر از هر نیروی زیادی استفاده بوده شد و همچنین در حسابنامه می‌گویند مردم ناراضی در آن سرکوب شد. می‌خواستم در این باره پرسش شما. مردم سوال دیگرم در این باره است که محترم وزیر 2 ماه پیش خبرنگاران رادیوی آزادی و مسئله شهری در دوشنبه مورد حمله قرار گرفتند و تلفن رو کامراهای آنها را برده شد و گذشت 2 ماه چرا عاملان این حادثه آشکار و جوابداری کشیده نشدند و سوال و غیر از این یک چیز را پرسیده می‌کنم این روزی 12 ایلول کارمندان ریاستی گفتار جنایی وزارت از ناحیه درواز همکاری برادر یک همکاری ما را یعنی برادر مومین احمدی را از آنجا بازداشت کرده دوشنبه بیارند حدود 1 روز رو درباره کار و فعالیت برادرش بازجویی می‌کنند. این عمل تا کجا در دایره قانون صورت گرفته است و در نوع این نسبت جواب گرفت و سرکار به معادله چند سوال شد بیس یک خطور کدی سوال قطور کردید بیس یک سوال جواب دید دیمش نگذاریم سیمش نگذاریم ما سوالسیما نیستم چهارم سوال نگذاریم اول سوال اول تا بگو سوال یعنی در مورد نگرانی‌های سازمان‌های عمومی حقوق انسان در مورد حادثه‌های مورد در روشان و شهر فاروق چی نگرانی دارین کام را بگید چی نگرانی هست عملیات وقتی سر شد که خودتون دیدید ما نشان دادیم یگان جای پنهانیش نبود نه دیگه حامی بشر دیگه یگان کس پنهان نکردیم وقتی که گروه متشکل جنایتی با سلاح کمین گرفتن گروه دسته عملیات دسته زودعمل الفا را گذاشتنی نماندن و روز دیگر پگاهی که زدن 13 نفر کارمند الفا زخمی 1 نفر به هلاکت رسید بعدا ما عملیات سر کردیم نسبت اونها زدن چندی را بی‌ضرر کردیم چندی دستگیر کردیم چی نامعلوم است همینجا در یک بار نمیپرسی که برای چی کارمند همون الفا یگان تا نمیپرسی یک نفر کارمند الفا به هلاکت رسید در چه حالت است همه درباره همون نفرات گروه متشکل جنایتی میپرسیم تشکر زیاد پرسشی بیرون در مورد همین همکاری که 2 ماه پیش در دوشنبه حمله قرار گرفتند کامرا و تلفن‌های آنها را برده شد و گذشت 2 ماه چرا آشکار نشد و این پرونده در چه جنایت‌ها بسیار آشکار نمی‌شوند لیکن ما هم این زیر نظارت است مخصوصا همین حادثه‌ای که سر زده است من چندین مرتبه در جلسه‌ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپارش دادم که زیر نظر من می‌شود تفتیش میکنید جستجو میکنید دستگیر میکنید و من گزارش میدید من در اشتراک دارم و سپارش دادگی هستم زیر نظارت من است دیگر سوال در ادامه این سوال روزی 12 ایلول هم این گزارش شده است که برادر همکار ما را از شهر از ناحیه درواز بازداشت کرده و دوشنبه برادر خویش تبار همکار خودتون دیگه باید اگه خانوشکاری خیلی دستگیر نکنم باید مهم درباره برادرش را بازداشت کردند یک روز یعنی بازداشت کردند کی گفت که کی همین سوال کی گفت شما در که برادر برادرش را پرسش کردن این شاید اصلی همون نفرایی که بازجویی شدند کی دستگیر کرده من در این حالت قدر مرحمت سردار ریاست جنایت متشکل هست مرحمت در واقعیت همون شهران دعوت کرده شد در دوره خود یک تحقیقی در استثبات کارمندان ریاست کنترل جنایتی رویش پرسش کرده داخل شد درباره فعالیت برادرش عموما مورد پرسش قرار برده شدنی نیست حالتهای کار با خود دعوت شونده معین است دقیق است اگر قانون ویران کرده باشیم مرحمت بتوانید و محکمه دستور مراجعه این مسئله درباره مراجعت گپ نمی‌رود درباره اون گپ رفته است که درباره فعالیت برادرش پرسش شده این یگان در حقیقت درست نیست همین طور در قد کوچه را میشنویم سوال میتونید خچه پرسید نمودم همه آدمی که من سوال ما در جواب دادم همه آدمی که خودت میگویی که
дар бораи фаъолияти бародараш персонаш қатиш суҳбат кардед? дошта бошед суҳбатат шумо албатта сабт мекунед нишон медиҳед ки чӣ гуфтааст. марҳамат. саволи ман аввал ҷавоб дед ки шумо ҳамон дам хас суҳбат кардед. чӣ гуфтанд ки мо дар бораи бародарам пурсидам, дар бораи худам. саволи ман дар ҷавоб дед ки амра сабт кардӣ, чӣ гуфт, чӣ арз кард? ё худат ина омада аз номи ӯ ба ман савол додиси. худи одам қатъи суҳбат кардӣ, ман мегӯям ҳамин саволи манро ҷавоб дед. шикоят аз қади кӯча нашнавед, аз қади даҳони одами ҷабрдида шнавед, баъд омада савол тиед. дигар савол тон. марҳамат. баланд гап, баландтар гап. нисбати абдусаттор пирмуҳаммадзода барои содир кардани ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ дошта бо моддаи 307 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, номбурда дар ҳабс пешакӣ қарор дорад, тафтишоти пешакӣ идома ёфта. марҳамат. шинед. Ташаккур. дигар савол.